سلام دوستان گرامی، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. امروز برای انجام تجربه فشار ما از یک روش ویژه استفاده میکنیم. روشی که شاگردان را وادار میسازد تا خودشان مشاهده، بررسی و تحقیق کنند. این شیوه برای شاگردان کمک میکند تا موضوع را عمیق‌تر درک کرده و در ذهنشان ماندگارتر شود. وسایل مورد نیاز: یک کتاب یا یک وزنه، 4 دانه میخ، یک کاغذ مقوایی یا کاغذ معمولی و یک کاک یا اسفنج، چیزی که در زیر کاغذ مانده شود تا اثر میخ روی آن مشاهده شود. این فعالیت شامل 5 مرحله است که در مرحله اول ما یک تجربه ساده را انجام میتیم، طوری که ما میخ را با قاعده بر روی وزنه قرار میتیم و با نوک آن روی کاغذ مقوایی. و در اینجا میبینیم که کاغذ میخ سوراخ کرد. اما در حالت دوم ما از 4 تا میخ استفاده میکنیم. 4 میخ در 4 گوشه وزنه قرار میتیم و حالا ما وزنه را روی کاغذ قرار میتیم و در حالت دوم دیده میشه که هیچ یکی از میخ‌ها کاغذ سوراخ نکرد. در مرحله دوم برای ایجاد انگیزه از شاگردان سوال میکنیم که چی تفاوت بین حالت اول و حالت دوم وجود داشت و چی عواملی باعث سوراخ شدن کاغذ شد. آیا قوه وزن تاثیر داشت یا نوک تیز میخ و یا کاغذ؟ ما با طرح این سوالات از شاگردان نظریات و فرضیه های آنها را جمع آوری کرده و یادداشت میکنیم. مرحله سوم که مرحله اجرای تجربه است، ما تجربه را طراحی کرده و کنترل میکنیم. شاگردان را به گروپ های 3 نفره و 4 نفره نظر به تعداد صنف تقسیم کرده و ازشان میخواهیم که این تجربه را به طور سیستماتیک انجام بدهند. در حالت اول وزنه را تمام گروپ ها ثابت نگه دارند و میخ را با قاعده به طرف وزنه و با نوک آن به طرف کاغذ مقوایی قرار بدهند. در حالت دوم سطح تماس را تغییر داده از 4 میخ استفاده کنند و یا یکی یک میخ طوری استفاده کنند که نوک آن به طرف وزنه و قاعده آن به طرف کاغذ مقوایی باشد. حالا مشاهداتشان را از سوراخ شدن کاغذ و نشدن کاغذ تا قوه وزن جسم را یادداشت کنند. در مرحله چهارم تحلیل و نتیجه گیری است. شاگردان نتایج تجربهشان را با فرضیه های اولیشان مقایسه کرده و نتیجه شان را می نویسند که فشار علاوه بر مقدار قوه به سطح تماس نیز بستگی دارد. هر قدر سطح تماس کوچکتر شود به متناسب فشار بیشتر میشه. وقتی سطح تماس بیشتر میشه یعنی قوه در تمام نقاط پخش شده و مؤثریتش کم میشه. هر قدر سطح تماس کوچکتر شود به متناسب قوه در یک نقطه عمل کرده و فشار اعظمی را وارد میسازه. مرحله پنجم که مرحله تثبیت و انتقال است، ما فرمول فشار را که P مساوی است به F بر A برای تخته نوشته و نشان میدیم که کار تجربی شاگردان با قانون فیزیک که رابطه عکس سطح تماس را با فشار نشان میده مطابقت دارد. در ختم فعالیت ما یک بحث صنفی را میندازیم که این تجربه در زندگی روزمره چگونه به ما کمک کرده میتونه. ما چطور بفهمیم که چرا کفش های پهن بر روی برف مؤثر است یا چرا پاهای شتر پهن است و یا چرا چاقو تیز است. و نتیجه بحث ما این خواهد بود که فشار با سطح تماس رابطه عکس دارد.